بعد یه بازی ناامید کننده که حال همم گرفته شده بود و روزای سختی رو گذروندیم. یه بار دیگه روز بازی آخرین بازی خارج از خونه همون، بالاخره این کابوس خارج از خونه داره تموم میشه با خوش طلایی که داره آخرین جنگاشو واسه موندن انجام میده و همینطور ما ببینیم کی بیشتر میخواد بمونه. اگه یکم شرایط دست خودم بود و امکانش برام بود امروز حتما تو مشهد بودم و در کنار تیم بودم، ولی امروز یه دوست خیلی خوبی دارم که مطمئنم یه همراه و بارش خیلی جذاب تهیه میکنه. امیدوارم که نهایت این برنامه آخرش با نتیجه مثبت برای داماش همراه باشه و با امیدواری بریم سراغ سایپا و فصلمون رو تموم کنیم. وقت نمایش. سلام. شاید مثل همیشه که نوتیفیکیشن ولاگ براتون اومد منتظر علی رهبر بودید، ولی خب این بار افتخار داد علی، رخصت داد به ما. ولاگ بازی خوشه رو من براتون میگیرم. به عشق داماش این سفر طولانی رو به جون خریدیم که بریم به مشهد. خب ساعت الان چیز اولوش 2:30. اینجا شهر گرمسار هستیم. یه استراحت کوتاهی انجام دادیم که بریم سمت مشهد. امیدوارم فردا شب این موقعی که داریم برمیگردیم از شهر مشهد و بازی، حالمون مثل چند شب پیش بعد از بازی با رفتگاز نباشه. ببینیم چه میشه. ساعت 4 صبح از سمنان ما رد شدیم و خورشید که کم کم داره طلوع میکنه. امیدوارم که امروز بازی ما هم به زیبایی همین طلوع خورشید باشه. از شاهرود که داریم میایم سمت مشهد یه جاده کفی میخوره. راهداری هم اومده برای اینکه راننده مثلا خواب از سرش ببره، یه سری سوال تر میکنه، بعد مثلا 500 متر پایین‌تر رو تابلو جوابشو میزنه. مثلا میگه آخرین دندونی که تو دهن انسان میمونه چیه؟ بعد میاد استیکر خنده گذاشته نوشته دندون مسکونی که مثلا فرد نخوابه. یکی نیست بگه داداش سالاز خوابیم، اینجور چیزا هم بیدار نمیشیم. آقا گیر رشتیان هر چه بیشید بارش خوش نمره بودید ایت ریز بارشی بوزه بودیم. ما هر چی کردم رنگی کمان پیدا نکنم، چون دنی دیگه همین مدیر رسانه‌ای عاشق رنگین کمانه. ما هر چی کردم پیدا نکنم. خب ساعت 2 بعد از ظهر و ما رسیدیم به شهر مشهد. شاید اول فصل هیچکی فکرشو نمیکرد که بازی ما با خوشه
تو شهر مشهد باشه. نهایت شاید تو فکر ما این بود که تو اردبیل یا آستارا با خوشه بازی کنیم. حتی هرگز فکر نمی‌کردیم که این بازی اینقدر برای ما حساس بشه که محکوم به برد باشیم برای موندن توی لیگ. ساعت 3:30 و بارون هم شروع به باریدن کرده تو شهر مشهد. حالا اسم شهر ما که شهر باران‌های نقره‌ای است. امیدوارم این بارون کمک بکنه، چون واقعا بخوایم باقی بین باشیم کیفیتی که امسال داماش از خودش نشون داده به شکلی نبوده که آدم بتونه اطمینان داشته باشه و همین چیزها میگه دل خوش کنیم خودمون که ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم بدن تا ما بتونیم نتیجه بگیریم. بارون خیلی شدیدی شروع به باریدن کرده. البته چند بار خیلی مختصر بارید ولی الان خیلی شدید شده. کم عجیبه توی شهرهای خوشین بارندگی. البته امیدوارم که خلالی توی شروع بازی ایجاد نکنه. ما الان تو مجموعه ورزشی امام رضا شهر مشهد هستیم. این مسئله ای که نظرمو جلب کرد این زمین چمنی بود که حالا فکر کنم الان در حال حاضر بچهای کلاس مدرسه فوتبال توش هستن. شهر مشهد شهر نسبتاً گرم و خشک است ولی کیفیت زمین چمن طبیعیشو میبینین که در مقایسه با زمین چمن ازودی که مسئولان ادعا دارن که از بهترین چمنهای جهان هست و از همون روز اول زرد شد و بهانه‌های مختلفی مثل شیطونی گربه ها تو چمن بوده، از روز اول کیفیت خیلی بدی داشت و الان تو این شهر خوش ما میبینیم چه چمن فوق‌العاده‌ای، اونم تو فصلی که گرما در طول روز به 36-7 درجه میرسه تو این شهر. تو بازی خارج خونه من زیاد شماره میبینم. والا یه چند مدتی مؤسسه داریم ما، بچهای داماشو به حال واسه سرویسری به هر جایی که باید بشه میبریم. مؤسسه کرایه حمل و نقل، آژانس همون آژانس میبریم میاریم. به حال خودمون هم داماشی شدیم، به حال یه طوری ارق به حال رشتیمو به حال دوست داریم. نظر در مورد امسال داماش و این بازی چیه؟ والا یه خورده کمکاری شده، ضعیف کار کرده ولی آخرشه انشالله که بمونه، بتونه موفق باشه. ما اومدیم به حال بتونیم تشویقش کنیم. امروز نتیجه بازی چی می‌بینی؟ انشالله خیره، ببره انشالله، ببره. ما که اومدیم واسه تشویق. مرسی، ممنونم. سلام. می‌بینم که از رشت این سختی سفر رو به جون خریدین و اومدین مشهد. نظر در مورد بازی امروز؟ با عرض سلام خدمت شما و همه هوادارهای عزیز داماش. واسه ما راه دور و نزدیک نداره واسه تیم داماش. حالا هر جا باشه ما میریم، چه تو تمرینات چه تو بازیاش. والا امسال شرایطی که همه میدونن، از نظر مالکیتی از تیم دیر بسته شده، تیم بد بسته شده، هوادارا ناراحتن. نتایج امسال که خودتون در جریان بیرون خونه اصلا ما همیشه نتیجه بد میگرفتیم ولی خب باز پشتیم موندیم. تو ورزشگاه هر جور شد بهشون روحیه دادیم، تشویق کردیم. الان اومدیم بازم بهشون روحیه میدیم. امیدوارم تمام بازی‌ها رو فراموش کنن، این بازی رو نتیجه بگیرن، بازی بعدی رو ببرن ان شاءالله که ما توی لیگ میمونیم. واقعا این حق هوادار داماش تو حداقل توی لیگ یک ما نباید توی لیگ یک باشیم، باید توی لیگ برتر باشیم، ولی متاسفانه جوری نتایج رقم خورده که ما باید واسه نیافتادن به لیگ دو دست و پا بزنیم. واقعا بازیکنان میخوان که این بازی رو غیرت بذارن مثل قبل و این بازی رو پیروز بشه. نظر در مورد نتیجه بازی؟ انشالله که من نتیجه میگم یکیش میزنه. ممنون. مرسی. آقای یوسف پای ثابت بازی خارج و خونه
امروز بازی چی می‌بینی یوسف جان؟ امروز با امید خدا ما تیم بازی رو میبریم. این بازی هر چی باشه، برد، مساوی، باخت باشه، ما پای این تیم هستیم. بازی های بیرون آمدیم، شرایط خود این بازی آمدیم با امید برد. جلوی در که داشتیم ورود می‌کردیم مجموعه ورزشی امام رضا. یه مسئله‌ای که برام جالب بود که همین می‌پرسیدن که امروز مگه بازیه، میگفتم داماش و خوشه، میگفتن خوشه که اصلا مگه همچین تیمی مگه تو شهر مشهد وجود داره. اون به این کارمون به کجا کشیده که در چه شرایطی با چه تیم‌هایی باید بازی کنیم. تمرین تیم داماش، جمع کردن قبل از بازی. تیم خوشه که خب ما تو این چند سال اسمش زیاد شنیدیم، از اون بردی که توی سابه مقابلشون داشتیم که شروعی بود برای اون تاریخ سازی ما که به فینال جام حذفی رفتیم. در ادامهش با اون نتایج شایبه برانگیز و عجیب غریبشون تو کورس صعود به لیگ 1 و دروازه‌بان اولشون راد فرهانی، دروازه‌بان سابق تیم داماش. اندک هوادارایی که از رشت خودشون رو رسوندن به ورزشگاه امام رضا مشهد. بازی یکیچه و ما مثل اکثر بازی ها عقب نشستیم. حاضرم که نذاش کنار زمین بمونیم و اومدیم تو قسمت VIP. داور 2 دقیقه وقت طلب شده برای نیمه اول لحاظ میکنه. داور سود پایان نیمه اول میزنه با نتیجه 1-0 به نفع تیم داماش. نیمه اول یکیش تموم شد. شاید کمی دقت می‌داشتن داماشیا توی صحنه آخر، این نتیجه میتونست که 2-0 باشه. نیمه دوم باید شروع میشد. اون بازیکن‌های تیم خوشه طلایی داخل زمین هستند و داور مسابقه هنوز بازیکن‌های داماش وارد زمین نشدن. البته با اون وقفه‌ای که تو بازی بابل پیش اومد، الان اگه داماشیا بیان هم طبیعتاً چون باید همزمان بازی سوت بخوره که دارن وارد زمین میشن، همزمان بازی باید سوت بخوره، طبیعتاً باید تیم‌ها منتظر بمونن که سودهای بازی برای نیمه دوم همزمان بخوره. به امید برد ما با نتایجی که رخ داد احساس می‌کنیم اگر ما این بازی بتونیم برنده از بازی خارج بشیم، با برد تو بازی سایپا امسال میتونیم سهمیه‌مون رو تو لیگ 1 حفظ کنیم تا با یک درایت و مدیریت صحیح تری سال بعد وارد مسابقات بشیم. دقیقه 51 بازی و داماش یکی جلوه. البته شروع نیمه دوم داماش کمی عقب نشسته. خب پارس هم مثل که اون ور گل زده و یک مساوی نتیجه خوبیه برای ما. دریا و پاس چادرملو هم که 0-0 هست با بندر آمری. امیدوارم این بازی رو ما خوشحال برگردیم سمت رفت. پنالتی برای تیم داماش. امیدوارم که اتفاقات بازی قبل تکرار نشه، که اگر کمی مدیریت میشد توی
انتخاب زننده پنالتی و یا حتی خود عماد کمی از تجربهش استفاده میکرد، ما امروز انقدر تیممون زیر فشار نبود. دقیقه 68 بازی. بزن سیامک و خیال ما رو راحت کن و گل برای داماش. 2-0 داماش. خب ناظر بازی متوقف کرد به خاطر فحاشی تیم حریف. میگه 200 نفر آدم اونجا نشستن، 200 نفر دارن پشت میدن. خب گل سوم داماش تو فراری که زاهد تبار داشت از گوشه محوطه جریمه و یه فکر کنم این بار تو دقیقه 79 با خیال راحت بگیم که این بازی رو با برد تموم کرد. خب داماش 3 تا تعویض همزمان انجام میده. دقیقه 84 بازیه. خب داماش بازی رو برد. اونورم چادر معلوم مساوی کرد. دریای بابولم که دقیقه آخر یه گل دیگه زد. همه چی به هفته آخر کشیده شد. امیدواریم که چادر مرو برای اینکه از صعود باز نمونه بیاد و دریا رو شکست بده تا ما بتونیم با یه مساوی سهمیه‌مون رو حفظ کنیم. این اولین برد داماش تو بازی خارج خونه در آخرین بازی خارج خانه‌ای که تو این فصل داشت بود. واقعا فکر می‌کردم که اگه قرار بود این بازی رو ما نتیجه نگیریم چطور می‌خوایم این 1200 کیلومتر چطور می‌خوایم برگردیم تا رشت. امیدوارم مثل این چند بازی آخر بازی آخرمون ورزشگاه پر بشه تا بتونیم با حمایت تماشاگرها فشار بیاریم و سایبا ببریم بازی ها. خب خدمت هواداره داماش هستیم که از رشت اومدن. نظرتون در مورد بازی داماش؟ سلام خودم به مردم گیلان و مردم رشت همه گیلک زمان تبریک بگم. برده خدای 1300 کیلومتر بزنیم به عشق داماش، به عشق مردم گیلان، به مردم با تعصب و با غیرت مردم رشت. برده کلا تبریک کنم. ان شاءالله که دوشنبه هفته آینده امان ورزشگاه همه جور حمایت بکنیم تیم ما و خودمان. ان شاءالله که علی که درون بیسیم. حالا دم زکانم گرم، خدایی غیرت بنهید. اون راه دورت آی با ما حمایت بکنید. خدایی تعداد محدودی 10 نفر 15 نفر تمام این سایه تلاش بکنیم که داماش تنها نینیم. ان شاءالله که بازم میگم دوشنبه همه شما دعوتی دوشنبه باید داماش تنها نینیم. ان شاءالله که به امید خدا و به اسم آقای امام رضا امان لیگ دورم بیسیم. ان شاءالله سال دیگه صعود بکنیم به لیگ برتر. دم همگی شما گرم. آقا مازیار دستی باور یا ما تعداد محدود خداییش با ماییم. فقط به عشق داماش برد تقدیم کنم به تمام لیدران و هوادارهای تیفوسی داماش گیلان. دمشون گرم، دمشون گرم، جاشون خالی. دنیا فقط داماش، دنیا فقط توی قوچا نگه داشتیم و داریم دیزی میخوریم برایشون. حالا جالب اعضای شورای شهرشون همینجا دارن دیزی میخورن. خب خدا رحم کرد، ما تو مسیر برگشت خستگی رو ما مسئولی شده بود و داشت خطری میومد. فکر کنم میان تا 3 نشه بازی نشه. فکر کنم اون نفر سوم قرار بود ما باشیم که با ماشین میخوایم چپ کنیم توشون خاکی که خدا رحم کرد. حالا دیگه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ما اینجا تو قوچان
به اجبار یک هتل گرفتیم که بمونیم و استراحت کنیم تا صبح. این مسیر طولانیه تا رشت بخوایم رانندگی کنیم و بیایم. ولی خب همه این اتفاقات فدای یه تار موی داماش. آدم واسه عشقش جونش هم میده. گردباد کوچک. آقا به یک مسئله‌ای که من برخوردم اینجا بعد از شهر قوشان، ورودی شهر کهنه، تابلوشی بچه‌های رشت اینجا اومدن نوشتن رشت. پرچم رشت بالاست. دم همتون گرم. در مسیر برگشت پارک ملی گلستان. آقا واقعا تونل سبز همینا. نمیشه اومد سمت گلستان و مازندران و اکبر جوجه آقای کلبادی رو امتحان نکرد، مخصوصا بعد از برد دیروز که یعنی این مسیر کامل خستگی مسیر رفت و از ما گرفت و انرژی داد که این مسیر برگشت رو ما ادامه بدیم. خب همانم بشم مشهد اردون دستم درد مکنه بازی رو ببردم. خب الان هم که آگردستان دورم سمت رشت و چیزی که من فکر کردیم که الان که نزدیک رشت مندیم و بابام پریگینه آقای درویش تو لوحی کرده شه و من لازم بدنستم قبل از اینکه بلاک تمانه به یه چیزی بگم. گرچه دوستان خیلیان به نوعی با ادبیات مختلف آقا جواب بودید. آقای درویش شما نه به مردم گیلان بلکه به تمام قوم‌های کشور ایران که به دلیل حضور و زندگی و صحبت به زبان معلوم استان دارای لهجه هستن توهین کردید. مردم ایران خیلی وقت آگاه شدن، خیلی وقت این نقشه تا خورده، خیلی وقت نقشه تا خورده و تبریز افتاده روی خلیج فارس. خلیج فارس لزگی میرسه. خیلی وقت نقشه تا خورده و خراسان خودشو جزئی از کردستان میدونه و با آهوان کردستان محشور شده. آقای درویش مردم گیلان خیلی وقت پول میزشون رو حساب کردن، خیلی وقت پول میز کشور رو حساب کردن که اگه اینطور نبود شاید اون ملاقات شما و دخترت با کریستیانو رونالدو با شخص دیگری و در حال و هوای و جو دیگری برگزار میشد. مردم گیلان خیلی وقت پول میزشون حساب کردن آقای درویش که این صندلی الان به شما برسه و در عین گستاخی تو برنامه زنده به یک فرد تنها به دلایل دونستن یک زمان بیشتر از شما توهین کنید. گفتنی ها رو دوستان گفتن و شما اگر خواب نباشی و بیدار باشی با این 2-3 جمله من کامل پی میبری که چه گستاخی بزرگی کردی. به عنوان یک برادر کوچکتر بهت میگم همیشه حد خودتو نگرد، چون زمانی که انسان حدش خودش رو رعایت نمیکنه و فراتر از اون میره نیاز پیدا میکنه به قی زدن و این عذرخواهی شما به مانند خوردن دوباره اون قی بود. به نظرم برای حسن ختام این ولاگ نیاز هست که یک شعری از مهدی موسوی رو بخونم که میگه به مادرم بنویسید حالمان خوب است، به مادرم بنویسید حالمان خوب است، به هر کجای این جهان بروی رنگ آسمان خوب است. به مادرم بنویسید گرچه خواهم مرد دلم خوش است که پایان این داستان خوب است. بزیوی گیلان، بزیوی کاسپیان، بزیوی داماش. یا حق.